درود. چند خبری رو از رفت نشست‌های مطبوعاتی امروزه پیشنهادتان می‌سازم. سال 2023 در جمهوری از طرف جوانان و یا با اشتراکی آنها همگی 3020 حالت جنایت صادر کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 552 حالت کم می باشد. از طرف نابالغان باشد در کشور 555 عدد جنایت صادر گردیده است که نسبت به سال گذشته 182 حالت کم می باشد. این نکته رو امروز ذوالفقار گل احمدزاده رئیس کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت کشور ضمن نشست خبری ابراز داشت. در سمت ورزش باشد ذکر گردید که سال 2023 از جانب کمیته و تشکیلات‌های جمعیتی فدراسیون ورزشی کشور 1186 نفر ورزشکار از جمله 226 بانو از نمود ورزشی المپی و غیر المپی به 112 مسابقه سطحی بین‌المللی کشور سفر برگردیده، در نتیجه به خزینه ورزشی کشور 343 مدال از جمله 108 طلا، 76 نقره و 159 برنجی وارد گردید. چرا سیاحان می‌خواهند در تمام عمر یک بار بدخشان را ببینند؟ این سوالی بود که امروز خبرنگاران در نشست مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت کشور به مسئولین پیشنهاد کردند. در پاسخ به این سوال مومنزاده کمال‌الدین رئیس کمیته مذکور گفت تمام منطقه های کشور ما برای سیاحان جالب است، اما منطقه ولایت مختار کوهستانی بدخشان باشد برای سیاحی پیاده گردی و سرگذشتی باز هم جالب تر می باشد. شاهراه M41 این منطقه دائما به دهگانه بهترین شاهراه ها وارد می شود و سیاحان سرگذشته که در جهان بسیار نامی هستند آرزو می کنند که در حیاتشان یک بار این شاهراه را طی کنند. در نشست کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت کشور گفته شد که در کشور دوام سال 2023 76444 حالت به قیدگیری عقد نکاح به قید گرفته شده است. بیکارشوی آن 10298 حالت را تشکیل می‌دهد. بنفشه فیض‌الدین زاده رئیس این نهاد همچنین ذکر داشت که شماره بیکارشوی عقد نکاح نسبت به سال گذشته 3578 حالت کم به قید گرفته شده است. در نشست مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گفته شد که عین زمان در جمهوری همگی 3236 مؤسسه فارماسیوتی فعالیت می‌نماید که نسبت به همین دوره سال گذشته 142 عدد زیاد میباشد. جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر این نهاد همچنین در نشست گفت که عین حال 61 کارخانه وطنی استحصال 571 نمود داروواری و مال‌های طبی که در عموم 325 نامگوی را تشکیل می‌دهد به راه ماندند که نسبت به سال 2022 6 کارخانه 31 نمود و 18 نامگوی دارو و مال‌های طبی زیاد میباشد. خبرهای دیگر را از رفت نشست‌های مطبوعاتی امروزه می‌توانید از سامانه ما cw.jawanon.tj مطالعه نمایید. خوش باشید.